با نام و یاد خدا. سلام، من مهیار امینی هستم به همراه دوست خوبم ایمان و آرمان عزیز از کاربران سایت شادمهر وایس که امروز این افتخار نصیبمون شد تا در خدمت یکی از شاعران توانا و پرتجربه کشورمون باشیم. شاعری که سالهاست برای استاد شادمهر عقیلی عزیز و خوانندگان بسیار دیگری شعر گفته و بسیار هم زیبا این کارو میکنه. جواد شریف‌پور عزیز. سلام. حال شما خوبه؟ خب دیگه طبق معمول یه بیوگرافی مختصر از خودتون بگید که بیشتراتون آشنا بشه. من 24 تیر ماه 1352 تو تهران اومدم. اولین روزهای بعد از انقلاب سال 58 رفتم مدرسه. به اصطلاح تو بچه مدرسه به عنوان مخ ریاضی مطرح بودم. ولی نمیدونم چی شد شاعر شدم. بعد از چه سالی و چطور ترانه گفتن اصلا شروع کردی؟ راستش معمولا یه عشق شروع میشه دیگه، یا اشتباهی درسته. شعر زیاد میخوندم، کلا به ادبیات ایران علاقه داشتم. من پیش از اون اصلا آدم مذهبی بودم، خیلی مذهبی. یعنی تو سن 12-13 سالگی من 2 جزء قرآن حفظ بودم. اون وزن کلماتی قرآن، دیوان حافظ، مولانا میخوندم. خیلی به فردوسی علاقه داشتم. اینا همه باعث شد که وزن رو درک کنم، ولی هیچ وقت تصمیم به شعر گفتن نداشتم. دوست داشتم همیشه آدم حتی یه صحنه گل زدنم که می‌بینه دوست داره جای اون باشه. بالبالی که مثلا حسن هنری و خصلتا فطرتا نقاش بودم. چون سرم به یه هنر گرم بود نقاشی می‌کردم. زیاد نیاز شعر رو تو خودم حس نمی‌کردم. سن 17 سالگی با یه عشقمون بچگونه و خیلی چیزا یه دفعه اولین شعرمو نوشتم. بعد نگاه کردم چقدر راحته، این وزنا رو دارم. بعد چون اهل مطالعه بودم، خیلی اهل کتاب بودم، میامد دیگه، خودش میامد. با غزلم شروع کردم. اولین شعرام غزل بود. چند سالی غزل نوشتم. اینجا که دارم براتون تعریف می‌کنم سال 1369 یعنی 17 سال. یه چند سالی غزل نوشتم، بعد کم کم که نیمایی شعرهای سبک نیما نوشتم. بعدش هم آخر سال شاملویی شد و ادامهش. حتی چند تا دوستای ما شعرهای منو برده بودن پیش شاملو خیلی خوشش اومد. اصلا هیچ نقدی روش نداشت. همیشه برای من افتخار بود که شاملو همش تعریفی از من کرد. اون تا کلاس موسیقی میرفتم از اون طرف از سال 74 74 موازی با سربازیم کلاس موسیقی میرفتم، ستار و آواز سنتی میرفتم. تمرین‌های ستاری که برام بودش توی کتاب روح الله خالقی بعضیش شعر نداشت و برای من سخت بود که اینا رو حفظ کنم. نشستم روی اینا شعر نوشتم. اونور که شعر میگفتم جای خود روی این آهنگا شروع کردم شعر نوشتن و این شد برای من تمرین‌های اولیه که بتونم روی نوت یا روی ملودی بتونم شعر بزنم که بتونم اونا رو حفظ کنم. این درس قصدم این بود. گوشه بود مثلا به اسم خسروانی، هیچ وقت یادم نمیاد، گوشه معروفی تو دستگاه ماهور. اولین شعری بود که من روی نوت نوشتم سال 74 اواخر 73 یا اول 74 و همین ادامه پیدا کرد تا سال 79. کلا ترانه گفتن من فقط محدود بود به اینکه روی به اصطلاح آهنگایی که دوست داشتم و شعر نداشتن شعر بزنم. همون جوری که پیش اومد سال 69 که یک دفعه شروع کردم شعر گفتن، سال 79 یک دفعه احساس کردم که ترانه داره میاد تو من و شروع کردم به ترانه نوشتن. خب اولین کارتون برای کدوم خواننده؟ من ترانه رو برای خودم می نوشتم اولش. همون سال 79 که شروع کردم من به ترانه نوشتن، خب کسایی بودن که داشتن کار میکردن. رفتم سراغ بهنام ابطحی. اون موقع خیلی بورس بود و هنوز هم هست، اون یکی از بهترین‌های است. رفتم سراغ بهنام ابطحی، بعدش هم با سعید چروس دوست شدم، بعدش هم که کسایی دیگه. شاید یه چیزی شما ندید. اولین ترانه‌ای که از من خونده شد ترانه تردید بود با تمام یکتایی. خیلی پیشتر از این که مردم بشنون و نمیدونم داستانش هم باید بگم چی شد دستش رو گرفتم. دوست دارم. دیدار من و شادمهر توی کنسرت کاوه یغمایی بود. فرنگسرای بهمن، کنسرت کاوه یغمایی. من کارتمو دادم به شادمهر که به من زنگ بزنه. من میتونم روی کارتم نوشتم که خیلی شلوغ بود اینا و میدونستم که برنامه تموم بشه شادمهر خیلی زود باید این صحنه رو ترک کنه، هوا شروع بشه. رو کارتم نوشتم که من خیلی راحت میتونم روی ملودی شعر بزنم.
دوست داشتی با هم کار کنیم بهم زنگ بزن. 3 تا ردیف عقب‌تر از من بود، دادم بهش و اینا، تشکر کرد، گذاشت جیبش. یه هفته گذشت بهم زنگ نزد. ما هم جوون بودیم، خیلی مغرور بودیم، شماره‌اش هم داشتم. زنگ زدم بهش، خیلی با حالت بد اخلاقی بهش گفتم که برای چی به من زنگ نزدی؟ تو فکر کردم با هر کسی کار می‌کنم. گفت ببخشید من گم کردم واسش کارتتو و هرچی هم که فکر کردم اسم چی بود که بچه‌ی موزیسین بگیرم یادم نمیاد. گفتم حالا من باهات کار ندارم، من اصلا شما رو بروز سفاری رو نمی‌خوام. با حالت چیزا اینا خب به هر حال این برخوردی که من کردم راه همکاری رو بسته بودم دیگه بدون که بخوام. گذشت چند ماه بعدش یه سعید شهرز به من زنگ زد که جواد جان من یکی از دوستای من تقریبا دست سعید بود، سعید شهرز، تو یکی از دوستای من چند تا ترانه‌ات میخواد. گفتم سعید چون تو که میدونی من با هر کسی کار نمیکنم. گفت نه میدونم که اینو دوست داری کاراشو، بارها ازش تعریف کردی. تو کیه که گفت گوشی داد یا شادمر سلام علیک کرد و اینا، بذار خندید از اون اتفاق. گفتم نه من ناراحت نیستم، حرفمو زدم، اصلا ناراحت نیستم. اون موقع دلگیری کوچیکی بود، چیزی نبود. گفت 2 تا از ترانه‌هاتو من روش کار کردم، لطفاً به کسی نده. یا اصلا تکه کلام شادمره، لطفاً به کسی نده. خیلی حساسه که اون ترانه لو نره. یکیش گفت که اونی که با اسمش تردیده که همون با تمام یکتری تو بمون برای من. یکیش هم گفت فال قهوه است اسمش. گفتم که باشه قابل تو نه باشه کار کن و بعدا با هم حساب کنیم. گفت قیمتت چند و اینا، در مورد قیمتش صحبت کردیم. تو مجوز میگیری یا من؟ دست مجوز داشتم. گفتم اگر آشنا داری خب خودت بگیر. رفت واسه مجوزش و اینا. از این طرف که چند ساعت بعدش شاید سعید شهرروز از دست ناراحت بشه الان بشه. سعید به من زنگ زد که فلانی این فال قهوه من می‌خواستم، شادمر برداشته و اینا. گفتم ولی خودتون با هم کنار بیاید دیگه، من نمیدونم دوستی با هم کنار بیاید. گفت نه زنگ زدم به شادمر، گفتم شادمر سعید ناراحته که تو فال قهوه رو برایش چیکار کنم. گفت اینجوریه؟ گفتم خب خودتون با هم کنار بیاید، هر کی اصلا آهنگ بسازی، هر کدوم قشنگ‌تر شد انصافا اون به اصطلاح کار کنه. گفت نه اینجوریه، اگه قرار باشه سعیدم بخونه که با هم باید آهنگ بسازم. باشه فلان اینا. ناراحت شد، قطع کرد و بعدا فهمیدم که زنگ زده به نیلوفر لاریپور که حالا بنده خدا لاریپور فکر کنم هنوزم از این جریان خبر نداره. زنگ زده بهش که اینو تو شب میخوام برام تموم کنی که بخواد سعید روش آهنگ بسازه و ببرش. البته اشکال نداره دیگه، پیش میاد. خب واسه چه خواننده‌هایی بجز شادمر عقیلی ترانه گفت؟ من ترانه واسه کسی نمیگم، ترانه واسه کسی اگر بگم اون کس خواننده نیست، اون کس مخاطب ترانه. ولی برای اینکه به دست کی رسونده باشم، همون روزها دقیقاً همون روزها غیر از سعید شهرروز و شادمر به اسرارم کار دیده بودم که به دلایلی به سرانجام نرسید، شاید به خاطر سختی نه، حتی به خاطر سختی نه. و به هر حال بقیه کسایی هم که کار می‌کردن زیاد راضی نبودم. حتی خود شادمر چند موقعی که ممنوع کار بود چند بار به من زنگ زد که ترانه بهم بده من برای دیگران کار کنم، کسایی که شاید شما بشناسید. مثلا امروز اصلا فید آوت شده، مثلا لزومی نداره اسمشون بیاد. گفتم نه من باشون کار نمی‌کنم. حتی یه مقدار حالت خیلی دوستانه و صمیمی نصیحتم کرد که ای بابا این حرفا چیه، کار کن پولش در بیاری. گفتم نمی‌کنم. شاید از یک دیدگاه امروز پشیمون باشم، شاید از یک دیدگاه دیگه امروز به خودم بمانم. بستگی داره با کدوم دیدگاهی. یک درست بودن و غلط بودن کار خودتون بیشتر می‌دونید. آره یعنی میتونه هم درست باشه، از یک لحاظ میتونه درست باشه. خب درستیش این بود که برای ترانه‌هام، برای کسی چیزایی که احساس می‌کنم بچه‌ها من نه به اندازه یه بچه انقدر پیچیده، ولی در حال عکس‌های یادگاری لحظاتی از زندگی من و برای اونها احترام قائل بودم. و اشتباهش این بوده که شاید خب به هر حال توی تعداد کارهای زیاد آدم آزمون و خطا میکنه، مشق میکنه و خودش رو بهتر میشناسه و حتی مشهورتر میشه. من خیلی از کسایی که ترانه‌های منو حفظن، حتی 5 تا ترانه از من حفظن، حتی اسم منم نمیدونن. این مهم نیست برای من که اصلا اسممو بدونن، ولی یک هنرمند گاهی اوقات برند میشه، یک اسم میشه و اون اسم یک جهانبینی داره همراه خودش، یک نگرشی به دنیا داره و میتونه مخاطب خودش رو دستش رو بگیره با خودش تا یه جا ببره و اون اسم نشدن این امکان از من سلب کرده. خب حالا چی شد که اصلا با شادمر آشنا شدید؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفتم از طریق چه کسی؟ همون دیگه گفتم اولین کنسرت کاوه یغمایی. اولین بار کنسرت کاوه یغمایی بود که من بهش کارت دادم. یعنی تا قبل از اون اصلا هیچ آشنایی با شادمر نداشتید؟ خب کارهای بی‌کلامش شنیده بودم و چون خودم تو بچه‌های موسیقی بودم
قطعاتی که با هم ضبط کرده بودم خیلی شنیده بودم، از پشت صحنه‌اش خیلی خبر داشتم که چقدر خوب سنتور میزنه، چقدر خوب موسیقی سنتی میدونه، چون من خودم اون موقع موسیقی سنتی کار میکردم و از جلوی صحنه‌ش هم بهار من رو شنیده بودم، خیلی لذت برده بودم. اون فضا رو هنوز که هنوز می‌بینید نوع تو آسانسورها داره پخش میشه، تو مترو داره پخش میشه و بگیم تو شبکه 6 هم داره پخش آره میشه. تو رادیو هم داره پخش میشه و چه بد که اون کسایی که دارن پخش میکنن که حق حقوق شادمهر رو رعایت نمیکنن، باعث تبعید ناخواسته این هنرمند بزرگ از ایران شدن. اینو بی هیچ تعارفی میگم، اصلا نه به خاطر اینکه شادمهر دوست منه یا باهاش همکار بودم، به عنوان یک انسان نمیبخشم اون کسایی رو که باعث تبعید ناخواسته یک هنرمند از سرزمینش میشن، مثل ابرهایی که میرن توی غربت ببارن. ابرها اینجا شکل گرفتن ولی اونجا دارن میبارن و این خیلی ناراحت کننده است که شما اون هنرمند تبعید میکنید بعد از آثار هنریش مجانی میخواید استفاده کنید. خیلی چیز بده و اسمی هم ازش نمیبرید. اسمی هم نمیبرن. آره نه نامش رو رعایت میکنن نه نانش رو. خب اولین کارتون که گفتید آهنگ تردید بود واسه آلبوم آدم و آخرین کارتون هم آخرین کاری که با شادمهر کردم آخرین کاری که بیرون اومده خب بیا و یه کاری کن با هم اومد بیرون دیگه، این دوتا بود دیگه و ولی کارهای زیادی من با شادمهر دارم که هنوز بیرون نیومده و شاید یه روز پخش نشده. آره ببین مثلا من حدود 20 تا ترانه هستش که من شادمهر به من گفت که من رو اینا کار کردم، اما ترانه‌ای که تا اونجا که من از آقای کاموری مثل اینکه این روزا مدیر برنامه‌اش شنیدم که تو آلبوم جدیدش از من کاری نداره. حالا به هر حال شاید فضاشو پیدا نکرده که اون فضای تنظیمش چی باشه که به درد امروزش بخوره، شاید یک روز دیگه‌ای به این نتیجه برسه که بخواد استفاده